رد میکنیم. خب مرد یک 10 دقیقه دیگه ما وقت داریم با قسمت دیگه چند زنگ تلفنی کشید ما رو بسیار تشویش داد. درسته کانتر گذاشت. الان خیلی بخیر دوست. خب خلاصه بچه‌ها که اینجا خوب صحبت میکنن. بسیار مردمی چرا دریافتم اینجا بچه‌های بسیار باسواد هستن، پسیخولوگ هستن، روانشناس هستن. دانش خوب دارن، معامله کرده میتوانند. یگون سخن قبیح در نسبت من شخصا نبود. یگون حرف زشت نگفتن. اونچنان با مهارت میخوان سخن بگیرن از زبان خدا که بعضا بیخبر میمونه که چی میخواد. بعد آدمی سست‌تر باشد کم در بعد. اکنون یک من حتی یک گپی دیگر ده. حتی وقتی که گفتم که من گمان کردم همه دین ستیزن. یک روز یک کارمندش زنگ زد و گفت که اگه من با شما یک صحبت کردنی هستم میخواستم برای شما برای با کار تامین شدن شما کمک رسونم. خیر گفتم من آماده هستم برای وطن خدمت کنم. من یکم گریزان نیستم، یکم مثلا جنایتکار نیستم که از این دولت گریختنی باشم. من کار باشد کار میکنم. بعد رفتم تا گفتم خیلی کارت خالی شد مثلا کابینت من در فلان جا بیاید. خیلی شام گذشته عصر کارم بود کردم تاکسیرانی رو و ماشین رو در گوشه بینا موندم و رفتم به اونجا در اومدم. خب اون کارمند دیفزی خوب رتبهش کلان. میدونی من در شوک بودم. شام میخوام. گفت شام میشود دارم. در اتاق دیگر جای نماز است. یک جا میره نماز میخونه. بله. قسمت دیگری زبسیمو کمتر مشکلش نیست. خب امیدوارم که درست میشه بچه‌ها. میگیریم با پیوندش میکنیم. نه اثر نمیگیریم به خاطر که بچه‌ها باور کنن که صحبت با خیر است. خب دام. خب بعد گفت یک جای میدریم نماز میخونیم. خب بعد صحبتمون رو ادامه میدیم. من تا حاضر خدا مرا ببخشد. من اکنون خودم رو مسلمانی کامل نمیگیرم. من گناهگارم. بعضا میشه که مثلا من بامداد میخونم، پیشین میخونم، دیگر شوی بعد خفتن یک جای میخونم دیگر نمیتونم. مثلا خودم شرم کردم. باور میکنید در پیش یک کارمند نظامی که من بسیار وقت میگفتم که اینو یک دین ستیز بیش نیستن. در اومد در اتاق دیگر نماز خوند. بعد از نماز اومد گفتم میبخشید که من سر لباسم نمازی نی. من سر و لباسی نمازی ندارم. خب این قصه عجیب حرفش واقعا من اینجا درود میگم به همون نفرایی که در رتبه‌های بالایی مقامات نظامی و تفتیشاتی کار میکنن. درود برای شما که ما هم چند بار با اکای عبدالستار یعنی چون اکای عبدالستار منم اونجا ها بودم و مناسبت عیناً مثل اکای عبدالستار بود. این عجیب است که چرا در رسانه‌ها گاه نشر میشد که مثلا در همون وحدت شما کسی خودش از سیوم آشیانه شعبه پلیس به زمین سرازیر کرده است. گویا خودش سرازیر کرده است. گویا افتیندن خیلی کلمه نو میسازیم. خلاصه نمیدونم. میبینم بعضی‌هاش میگن که وقتی که میبرن با ژورنالیست‌ها با صحبت میکنن میگن که مثلا فشار آوردن، آبی گرم موندن، در برق موندن فلان میتونه. یعنی با کدام گروه آدم‌ها چنین مناسبت میشن؟ گمانم اینجا یک دوستمون بعد از همین حادثه زنگ زد بسیار احوال پرسی کرد. بعد گفت براستی مثلا ترس و هراس نباشد مثال که یکم چی باز خودت اگر تر گفتم من به خدا بغیر از خداوند دیگر از کسی و از چیزی نمیترسم و جانم رو در دست خداوند داده. من دیگر شک ندارم. یکم مناسبت زشت درست نشده است آخر. از چی شکایت کنم؟ بعد گفت که شاید اونه که تو ژورنالیست هستی همین چیز نقش بازی ده است. گفتم اینش نمیدونم. آخران های صحبت از حدود 5 دقیقه دیگه باز داریم که میخوام اکای عبدالستار سوالش به من کرد که در نیمه صحبت پرسیدم سوالش رو ندادن و صحبت ما دیگه طرف رفت. مردم شاید از این صحبت شما انتظاری های زیادتر داشتین، کدام یک بحث های زیاد دیگر هم میخواستین، ولی فکر میکنم ما از دین صحبت کردیم، از فرهنگ صحبت کردیم، از سیاست صحبت کردیم، از هجرت صحبت کردیم، از اقتصاد و اجتماع صحبت کردیم، حتی در معارف هم یک چند جمله گفتیم. شما اگه اون سوالاتون باشه دو سه سوال برای بسیاری ها از مقامات شاید همین سوال گردی سرشون چرخ میزنند. خب در کدوم صورت دلیر دیگر یک بچه خوب میشود در ناخونک و کارش فقط بله احسان آفرین با پیش میشود؟ در هیچ صورت. ببینید همین حالا هم ما بله میگوییم
من گفتم که اگر وقتی که یک ورزشگاهی 30,000 نفره میسازه در دوشنبه من چرا بله نگم و چرا خرسند نشم. ولی وقتی که این ورزشگاه وقتی سپاریدنش 2017 است، برای مثال 2017 است و او را 2025 میسپارند و به صفت میسپارند، چرا من در این برابر تنقید نکنم؟ خلاصه در یک حالت شاید من با پررگی نه چند فیصد بحث کردن و از مسائل اقتصادی گفتن، وقتی که عدالت اجتماعی برقرار شود، کارمندی پروکورور است، سودیا است، گمرک است، هر نهاد دیگری که است برابر یک معلم پای پیاده به جای کارش رود، یا که یک معلم برابر اونها با مرسدس و لکسوس و BMW با جای کارش رود، و دکتر عادی هم خیلی، کارمند نظامی عادی هم خیلی، ما ژورنالیستای عادی هم خیلی. یعنی این عدالت اجتماعی برقرار شد. در اون حالت شاید ما کمتر بگیم. و سوال دیگر این است، گفتی که دل خواه نفر همین چیز رو میگویند، نمیترسی؟ از چی؟ از ضرر رسیدن به اهل عائله پیوندان. شما زیاد میگن که احتیاط کنید. احتیاط کنید میگن. حتی از ژورنالیستای کسبی و استادایی که تجربه 1000 ساله دارن هر روز میگن که دلیل احتیاط باش و در گو میگن. خیلی میگن ویدیو تا در مونتو میگن گازا یک بار زیر کردستی، میگن که باید فراموش کنن ویدیو اول تا. یعنی کیو باید فراموش کنن؟ برادرایی که در مقامات نظامی تفتیشاتی هستن، برادرای قندی ما. شما چوا باید همین خیلی ما شما را باید فریب کنیم که یعنی یک گپی زور ما نگفتیم، یک حقیقت نگفتیم، دویم شب با درترک بگیم که شما فراموش باید کنین نکردین چی. من فکر میکنم که اگر که دیدن که ما کسی را تجاوز کردیم، همون حرفی من، کسی را کشتیم، کسی را مواد مخدر فروختیم، خب اینا بعد جنایت هم، بعد بیان دست ما را بندیم، ما خودمون بریم. ولی تو ما نکشتیم، تجاوز نکردیم، ندزدیدیم، اقلا مثل رئیسای شهر با دست ما سلاح گرفتن، با کدام گروه تروریستی شامل نشده مثل بعضی پالکونیک و گنرال ها. خدا کند که نشویم. بله. و اکنون در درون یک سوال نهایی دیگر وقتم به پایان میرسه. بله ما 2 دقیقه دیگه داریم. 2 دقیقه دیگر وقت داریم. از چی میترسی؟ نمیترسی نه؟ اکنون از چی میترسی؟ ترس من واقعا از اون روزی هست که من خودم در مورد قرقیزستان بود گفتم که یک فیلم صلح کرده، ولی ترس من از اون است که روز اونا با سمالیات‌های بی‌خلبانشون بیس پیلوت میگن که از ترکیه خریداری کرده ایستادن، خدای نکرده تا مرز بیاین و این ملت داخل خودش تا این حد ترسو شدگی است که مثل تاریخ 3000 ساله دیگر که در اول که ابسطور گفتن با دستامون برداریم میگیم که مرحمت خوش آمده، یا خدای نکرده با این موج زیادی یعنی چی میگه حمله زیادی اقتصادی که چین به ما کرده ایستاده است، های قرض میدهد، کدام روز با ما هزارها گکتار دیگر همین خیلی برداشته نتیم که با اون روز ببینیم که بدخشان نیست دیگه. متاسفم ترس من از همین روز است که این ملت مثل 3000 ساله دیگر همین این قاک زمینه که از 10 یکش رسیده است برای وی دوباره از دست بدهد. من از همین چیز میترسم سخت. برای همین اکنون دوستان عزیزم من با همین گفته دلیر میخوام این صحبت به پایان برسد. برای اون که ما در آینده یک مشت مستحکم باشیم، یک انگشت، 2 انگشت و 3 انگشت، یا اینکه همین 4 انگشت قوه بوده نمیتواند. حتی همین یک انگشتی ما که امروز اگر ما او را دشمن میحسابیم، خائن میحسابیم و دیگر کار کنیم که همین هم با ما یک جا شود، بعد ما میتوانیم در منطقه که امروز دشمنان ما زیاد هستند، برای با مقاومت کردن با این گونه دشمنان مشت مستحکم خود را ما باید نشان دهیم. سلامت و سربلند باشید. و پیام آخرم بازم همین است که هر کسی که این ویدیو را بازم استفاده کرد اجازه بگیرد از من و از اکی ابوالستارم حتما اجازه لطفاً از دلیر برادر همه مسئولیتم بمونم. نه برای چی من گفتم که من آدم خیلی اراده نمیگفتن ندارم، چون که من گفتم هر چی گفتم آشکارا است. بله. خب لطفاً از من اجازه بگیریم بعد نشر کنیم به شکل کامل. هیچ وقت به هیچ وجه کوتاه کرده این صحبت نشر نکنه. فقط من خودم 2 قسمت کردم میمونم، چون اینترنت های ما با سپاس از جناب بیک صبور که صورت اینترنتی پس داریم نمیتونم یک بار همه شمونم 2 قسم کردم میمونم. خلاصه به شکل کامل اگر استفاده برید همونم از من پرسید، با اجازه خواهش میکنم. آخرین سخنتون برای این روز؟ آخرین سخن برای این روز فقط برای امروز؟ بله. من نمیدونم پگاه برای من میشود یا پگاه دیگر نمیشود، ولی گمانم هر یک فردی این وطن باید یک چیز رو به خود عادت کناند.
мо пагоҳ надорем. بله ҳамин рӯз бояд фикр кунем ки чӣ кардем, чун пагоҳ эҳтимол аст ки набошад барои мо шумо. пас ҳамин рӯз дар ҷодае ки худатон ҳастед, кори аз дастатон меомадаро барои ислоҳи камбудиҳо дар ҷомеа, барои пешрафти ҷомеа анҷом диҳед. Вагарна пагоҳ одаму дам мегӯянд, дами шумо то куҷо аст? саломату сарбаланду хонаобод бошед. ҳамеша пайгири саҳифаҳои мо бимонед ва даки Абдусаттор ҳам ҳатман саҳифаҳош дидани аст, ҳарчанд маблағ намегиранд мутаассифона аз YouTube. ҳеҷ вақт тугмачаи олиро ба хотири хуб намонен, агар ки хуштон намеяд тугмачаи поин намонем ки ман инашам ҷонибдорам. ҳамеша дар рӯи дунё сулҳ бошад, субот бошад ва дар кишвари ҷоноҷони мо низ зинда бошем. худо нигаҳбон дӯстон. саломат бошем. хуб ина ман